هرچی این موها رو از هم بازتر کنین کارتون قشنگتر میشه. هرچی این موجا بیشتر باشه کارتون قشنگتر میشه. خب این یک حالتش. دوباره میام از روی مو یه تیکه رو برمیدارم، آروم بازش میکنم، تاف میزنم، مرتبش میکنم. مو رو سبک برداریم توی این مدل‌ها که موندگاریش بیشتر باشه. این مدل‌ها قلق اصلیش فقط همینه که این مویی که برمیداریم از سطح مو برداشته بشه که سبک بمونه، موندگاریش بالا باشه. اگه موها رو سنگین برداریم با اولین حرکت مشتری موها از هم باز میشه. خب میریم قسمت بعدی. توی این مدل از شاین مو اصلا استفاده نکنی. از زیر پوش میدم، از روی کارم صاف میکنم، قسمت لبه رو میکشم به بیرون، خیلی سبک. اون فری که زیر کار انجام دادیم دقیقا برای همینه که این مو الان راحت حالت بگیره. دوباره از سطح مو اگه جای گیر داره یا تافت خورده یه شونه بکشین. مو رو سبک بردارین، توی این حالت نگه دارین، تافت بزنین. دسته بعدی موهامون رو جدا میکنیم، دوباره از وسط به دو قسمت تقسیمش میکنیم، با بابریس فر میکنیم و شروع میکنیم دوباره به این شکل حالتش میکنیم. جهت فرام باید به سمت مرکز سر باشه، از پشت سر این به این ور، این به این ور. میام دوباره این دسته مو رو
از زیر پوش میدم. از روش پودر میزنم. این پودری هم که میزنیم باز به استحکام این مدل خیلی کمک میکنه. پوشامون توی سطح مو اصلا نباید دیده بشه. کناره های مو هم همینطور. یه لایه رو دوباره میام سبک برمیدارم.